آقای وکیل چرا واقعا یه مرد باید بیاد حق طلاق بده به همسرش و این حق از خودش بگیره؟ چه لزومی داره واقعا؟ این چندمین بار من واقعا دارم این جمله رو میشنوم. این تفکر خیلی تفکر اشتباهیه. وقتی که شما حق طلاق رو، یا در واقع درستش وکالت در طلاق رو میدی به همسرت، اون رو از خودت نمیگیری. توضیح در واقع آکادمیکش، توضیح قانونیش به این شکله: شما مالک چیزی هستی، مالک یه خودرو هستی، میری به کسی وکالت میدی، یعنی اجازه میدی اون کاری که خودت میتونی انجام بدی اون هم انجام بده. ولی اون، آیا شما دیگه نمیتونی اونو بفروشی؟ آیا اون از خودت سلب میشه؟ وکالت در طلاق هم همینه. وقتی که شما میتونی اصلا به همسرت یا هر کسی غیر از همسرت وکالت بدی که همسرت رو طلاق بده، حالا می همسرت این حق رو دادی، یعنی شما با حقوق برابر وارد زندگی میشی. همون حقی که شما داری که میتونی هر زمان که حس کردی از این زندگی رضایت نداری خارج بشی از زندگی، اون حق رو به همسرت هم میدی که ایشون هم بتونه خارج بشه، ولی اون از خودت سلب نکردی.